سلام بچه ها، صبح بخیر. سلام صبح بخیر. سلام خانم فضلی. صبح بخیر. خودم به ذهنم هست که خیلی آدم فعالی بودم از همون بچگی. یه بچه‌ای بودم که خیلی اذیت کردم. خودم خاطرم هست درست دختر بودم و دختر دوم خانواده بودم و همین پر انرژی بودن من باعث شد که گام هامو بلندتر بردارم تا اینکه 18 سالم که شد وارد بازار کار شدم. آقای اکبری، این بیمه‌نامه مسئولیت رو نفرستادین اداره مرکزی؟ نمیشه که جوری که من که دیروز گفتم بفرستینش. بلند شو بیا دفتر من، بلند شو بیا. اولین کارم هم همین بیمه‌گری بود. چرا؟ چون توی خانواده بیمه‌گر بزرگ شده بودم. بعد از اون بیمه‌گذار درخواست تخصیص دادن، ما مجوز نداشتیم. نگرش داشتم تا ببینم امروز میشه ارسالش کنم شما بدم. خیلی دست شما درد. اول کارمند بودم، بعد مسئول دفتر شدم، بعد عضو هیئت مدیره همون شرکت شدم. من زحمت بکش، من دستورش میزنم بفرست بره مالی کاراش انجام بده، مجوزش بگیرید بیارید. لطفاً بگو بچه‌ام آمار دیروز برای من بیارن. دیگه بعد از اون این کاری که کردم خودم تصمیم گرفتم که مستقل بشم، فقط به واسطه که علاقه زیادی به صنعت بیمه داشتم. خانم محسن پور، الان دیگه رو براتون روی 155 میلیون حساب کردم. حق بیمه‌تون میشه 723,000 تومان. ولی اگه الان مستقیما بیمه نامتون رو روی 200 میلیون براتون صادر کنیم، همین که دیگه مجدد نمیخواد تشریف بیارین الحاقیه بزنین، همین که خب مسلما به نفعتون هست بابت عوارض و مالیاتش. پس روی همین 200 میلیون خوب براتون شد. دیگه نخواهیم من بریم و بیام. ماشین تو قبلا بیرون بدنه داشته؟ نه خیلی نداشت. نه. از لازداری سالم الان؟ بله. کارت ماشین میشه محبت کنه؟ خدمتشون. تشریف دارید؟ تقوایی که از ماشین بگیرید باز کنید کاپتو بزنید. ما در این شرکت بیمه‌های انواع که شامل بیمه‌های اتومبیل، آتش سوزی، باربری و بیمه‌های اشخاص است که شامل بیمه‌های تکمیل درمان، عمر و پس‌انداز و بیمه‌های حوادث انفرادی هست عرض می‌کنیم. تشریف بیارید شرکت بیمه‌نامه رو تقدیم کنید. در زمینه‌های پزشکی بیمه‌های دی‌ای پزشکان داریم، مسئولیت حرفه‌ای پزشکان هست. کپی دفترچه بیمه‌شون نمی‌بینم، همراهتون نیست؟ نه متاسفانه نیوردم. خب ولی کپی دفترچه بیمه‌تون لازمه حتما. تو مدارکاتون برگشت می‌خوره اگه بره شعبه. خب الان تو من بخوام برم بیارم دیر میشه، اونجا باید مجلسم پذیرش بشه. خب چند لحظه صبر کن، من مجوز از کار بگیرم. خیلی احساس قشنگیه. شده که خسارت برای کسی پیش اومده، بعد از اون خسارت باور نمی‌کنید خیلی زحمت کشیدم اون خسارت رو گرفتم. شاید 1 سال من دنبال دریافت این خسارت بنا به اون تشکیل پروندهش، حکم دادگاهش و اینا بوده. سلام جان مکاری. سلام از بنده. جان مکاری، فتوکپی دفترچه بیمه‌تون ناقصه، این پرونده نیست. من گفتم همکارا کارتون رو انجام بدن برای که مریضتون معطل نشه. لطف کنید چون ناقصی مدارک هست فاکس کنید برام. در صورتی که نمیتونید بفرمایید من میگم کارشناس بیاد خدمتتون. من وقتی که اون چکو گرفتیم به بیمه گذار دادیم، دعای خیری که به من کرده باور کنید خستگی 1 ساله من رفع شده. ببینید طبق بیمه مرکزی بیمه‌نامه فرانچیزای خاص خودشو داره. من کارمندام از سن 23 سال دارم تا 57 سال 58 سال دارن کار میکنن و از دیپلم دارم تا مقطع دکترا. از دفتر سربون زنگ زدن گفتن که نمیتونن بیان. 2 نفر به جاشون بفرستیم چیکار کنیم؟ اشکال نداره. یکی از بچه‌ها از اینجور جایگزینشون کنید که اوشون کارش میرسه. بله مادرم تو شرکت هستن، اوشونم بله 65 سالشه. همینجا جا داره که از زحماتشون تشکر کنم، بوسه به دستشون میذارم چون واقعا حامی من مادرم بودن. به نوعی الان تو شرکت مادرم هستن که کمک به من میدن زمانایی که به هر حال من مسافرت ها هستم. اداره امور رو دست ایشون هست.
شما چیکار کنید؟ نه اون پسندازار اشخاص گرفتیم، بعد با بیمه گذار تماس گرفتم، گفتن که نمیخواد برامون بفرستین، حالا چون تا ساعت 10 بیشتر خونه نیستیم، بعد خودمون میایم میگیریمش. اشکال نداره که یعنی ما خودمون بدیم برش ببریم؟ نه گفتن که ما خودمون خودش ببریم. خیلی خب براش ببریم که بیاد ببرن، اگه نیومد بدیم که بچه‌ها براش ببرن که این مشکلش نباشه. بچه‌ها من یه سر میرم اداره مرکزی برمیگردم. خواهش می‌کنم. خسته نباشید. خواهم برداشتی پرونده خسارته چی؟ نگهش باش تا 2 من برمیگردم. باش خسته نباشید. خدا باش. الان دارم میرم اداره مرکزی که در رابطه با پروژه ملی نفت هست. انشاءالله اگه خدا کمک کنه میخوام اینو بگیرم. ویژگیش این که این بیمه نامه رو که بگیرم خب طبعا پورتفوی استان اضافه میشه. وقتی پورتفوی اضافه بشه کار به هر حال نیرو نیازش بیشتر هست. اداره مرکزی مجبور میشه کارکنان بیشتری رو بگیره که به هر حال سرویس‌دهی سریع‌تری داشته باشن. خودم میتونم توی دفترم به هر حال نیروی جدیدتری رو بگیرم که توی این قسمت بیمه تمام خطر نفت فعالیت کنن، چون تا به حال نداشتیم روی این قضیه. جناب کچره، اصلا خدمتتون با توجه به اینکه این بیمه نامه قرار صادر بشه، من درخواست دارم که یه نرخ حداقل بدیم که بتونیم حداقل نرخ ما به اینا اعلام کنیم. سعی می‌کنیم که انشالله با محاسباتی که انجام میدیم و محاسبات فنی که روی کار هست بهترین نرخ به شما بدیم و شما انشالله این پروژه رو بگیرید. بعضا سعی میکنم جلسات مهم و اون جایی که انعقاد قرارداد نیاز هست خودم شخصا حضور پیدا کنم. تو تایم اداری مجبورم که حضور داشته باشم. مزاحمتون شدم برای صدور الحاقه این بیمه نامه. الحاقه چی بود؟ من با آقای کتیره هم صحبت کردم، نامه‌شو دادم خدمتشون. همسرم هم در این شرکت با من همکاری میکنن به عنوان قائم مقام مدیرعامل هستن. من قائم مقامش هستم، در نبود ایشون امور جاری رو انجام میدم. اوشون نظر لطفشون هست. سلام آقای پیرک. سلام، فوالی بخیر. قربان شما. قربان شما. قربان شما. خسته نباشی. متشکرم. چه خبره؟ سلامتی. خوردی؟ در شما درد نکنه. خب چون خودم مدیر عامل هستم دیگه خودم مدیر عاملم نمیتونستم که اوشونو بزنم، مجبور بودم دیگه بزنم شون قایم مقام باشه. آقای پیرمرد، در رابطه با دو تا مسئله میخواستم با شما صحبت کنم. یکی این که در رابطه با واحد خسارتمون که میخواد راه اندازی بشه کارشناس آوردیم و اینا رو گزینش کردیم. خواستم شما یه مرور روی قضیه داشته باشین که بتونیم نهاییش کنیم، انشاءالله این قضیه رو جمع کنیم. باشه، اشکال نداره. من سعی میکنم امروز یا فردا انجام بدم، گزارشم خدمتتون ارسال کنم. دست شما درد. و میتونم بگم نیمی بیشتر از کارامو همسرم دارن انجام میدن توی شرکت. خانم اداری، چه صورت ضریب خسارت سال 90 آماده کردید؟ مالیش آماده کردم، جانیش هم آماده میکنم، میارم خدمتت. ممنونم. خواهش میکنم. بله، غیر از دفتر شیراز، زرقان هم من 25 کیلومتر شیراز دفتر دارم. تقریبا 8 سال هست که اون دفتر افتتاح شده. 3 تا نیرو دارم که یکیشون به عنوان چرخشی با هم کار میکنن. اینم فقط به این لحاظ که شیراز بیان و آخرین اطلاعاتشون به روز بشه، برگردن اون شهرستان زرقان که بتونن خدمات بهتری رو به بیمه گزارای من ارائه بدن. آقای خاکیزی، با توجه به که زرقان شهر صنعتی کشاورزی هست و تردد کامیونا زیاد اینجا داره انجام میشه، خوبه که حتما این تخفیف تعاونی کامیونداران زرقان که 25% رو اعطا کنید. بله، اتفاقا روزی 5-6 تا ما بیمه گذار داریم، غیرکشا هستن. خانم فامکاری والا سختیاش که حرف نزنید، خیلی سخت، خیلی کار داره. من شده که شبا
بعد از خواب هستم یادم میاد که وای فلان بیمه نامه فلان الحاقیه باید براش بخوره. فردا صبح میام مراجعه میکنم به همکارام میگم بچه‌ها خاطرتون باشه که این بیمه نامه باید الحاقیه بخوره. من واقعا میگم آرامش فکری ما داریم هدیه میدیم به دیگران ولی از خودمون این آرامش رو سلب کردیم. ببینیم صنعت بیمه صبوری میطلبه و اینکه ما باید حتما با بیمه گذارامون برخوردهای مناسب داشته باشیم تا بتونیم به آرامش اونا بیشتر توجه کنیم و بتونیم آسایش رو به اونا هدیه کنیم. همسرم توی این کار با من واقعا همکاری خیلی صمیمانه و نزدیکی رو داره و هرچی هم که دارم از ایشون هست به خاطر حمایت و پشتیبانیایی که با من داشته. این که خب خیلی صمیمی هستیم و خوب هستیم شکر خدا توی خونه. غالبا ایشون میان دنبال منو میبرن خونه یا اینکه من خودم میرم شخصا بعضی وقتا خونه میمونم منتظرشون بیان که باشون نهار بخورم شام بخورم تا اونجایی که در توانم بوده تونستم اون بستر آرامش رو توی خونه برای ایشون واقعا فراهم کنم. آقای جعفر جانم میوه چی میداری؟ من موز سیب بخورم. میگم از بچه هم خبر نیست؟ نه من ندارم. شما چطور؟ نه یکم دخترم شروع بود دلم هم برشون تنگ شد. من 2 فرزند دختر خدا بهم داده و خیلی هم دوستشون دارم جونم و فداشون میکنم. به تماس بگیرید. خب بهشون زنگ نتونستم کنم چون امروز رفته بودم باجه زرقون بودم. در مقطع دکترا و فوق لیسانس هستن هر 2 فرزندم. خوشحالم از اینکه تونستم حداقل کاری رو که برای جامعه‌ام کنم 2 دختر سالم تحویل جامعه بدم. زرقون چه خبر بود؟ خیلی خوب بود ولی با جاده خیلی بارندگی بود. مشکل نداشت جاده؟ نه خیلی هم خوب بود. چند تا از ماشینا رو هم بیمه‌نامه‌ای صادر کردن برای هم تخفیف تعاونی که ما میدیم خوشبختانه مصر ثمر بوده. من هر چی دارم از همسرم هست. یعنی من واقعا بهتون میگم اگر همسرم نبود شاید نمیتونستم ادامه این کار رو تا این وسعت بدم. نه وشون خودشون خانم توانمندی هستن مبالغه هم میکنن خودشون ماشاءالله که اصلا شاکی نیستن کار خستشون نمیکنه. اوشون نظر لطفشونه. من هر چی دارم از همسرم هست. یعنی من واقعا بهتون میگم اگر همسرم نبود شاید نمیتونستم ادامه این کار رو تا این وسعت بدم. اینجا حدودا به طور مستقیم حدودا 10 نفر مشغول به کار است. من کارمندام از سن 23 سال دارم تا 57 سال 58 سال دارن کار میکنن و از دیپلم دارم تا مقطع دکترا. غیر مستقیم هم هستن ویزیتورها یا بازاریابایی که در ایمونا هستن 5-6 تا هستن تقریبا 15-16 نفر به طور مستقیم غیر مستقیم فعال است. آقای سعادتی 3 تا قسطشون رو ندادن؟ تقاضای وام هم کردن؟ نه مادر قسطش داده من جای دیگه نوشتم. اجازه بدید من بهتون بگم. اجازه بدید نگاه کنم. داده قسطشو اینجا من نوشتم فراموش کردم اونجا. پس کی وام میدید به آقای سعادتی؟ خانم آقای حسینی تماس گرفتن 2 مرتبه گفتن نوبت وام منه ها. بله درست میگید نوبت وام ایشون هست. خیلی خب پس وام به ایشون بدید. خب پس به ایشون اطلاع بدیم که نوبت آقای حسینی باشه بهش بدیم. نه اصلا یک شبه مگه میشه آدم به برنامه‌ای که واقعا پیش بینی نمی‌کنه بتونه برسه. بله خب من خیلی سختی کشیدم. من زمانی که شروع به کار کردم دفتری که کار می‌کردم با 1 اتاق بود کار می‌کردم. هیچ گونه تسهیلاتی نداشتیم. حتی ما تسهیلاتی که بخوایم یه چایی هم بخوریم نبوده.
ناملایمات دیدم از زمانه، از روزگار، از کارم. به هر حال ما شبا هست که مثلا از صبح ساعت 6 تا ساعت 10 شب 11 شب کار میکنیم، حتی نهارم خونه نمیریم و شده که خیلی از شبا کارا رو میبرم خونه انجام میدم، چون تمرکزم و اون تسلطی رو پرونده‌های بیمه گذاران برام خیلی مهمه که مبادا خطایی و خدشه‌ای تو کار ایجاد بشه که من نتونم بعد خسارت رو به اونا پرداخت کنم. بیمار شدم، نتونستم اون کارم رو انجام بدم، ولی با اون انرژی که از کارم میگرفتم شاید بهتون بگم سلامتیمو سریع برگردوندم و باز گرفتم اون سلامتی رو. حالا دیگه نمیدونم که این چه ارتباطی هست و این چه اتفاقی هست که تو زندگی من افتاده، اونشو واقعا باید پیدا کنم ببینم چیه. و همیشه به خدا گفتم خدایا من تنها هستم، دستمو بگیر. و این کار باعث شده که من همیشه موفق هستم، چون خودم به خودم میگم همیشه موفق هستم، موفقم میشم. من در خودم میدیدم که بتونم واقعا به یک آرزوهای دست نیافتنی دست پیدا کنم و سعی و تلاش کردم. شاید باورتون بشه خواب که میرم احساس میکنم که من باید پیشرفت کنم، من باید یه چیزی رو که به دست نمیارم به دست بیارم. اون شبی که من بخوابم و یک کاری رو در روز انجام نداده باشم فکر میکنم اون روزم به بطالت گذشته و حتما باید در روز یه چیزی به دست بیارم. این ضمیر ناخودآگاه در وجود من باعث شده که واقعا به دستم بیارم. و بازم میگم خدمتتون، من از خدای خودم بی نهایت سپاسگزار هستم که منو حمایت میکنه، پشتیبانم هست و همیشه به خدا گفتم خدایا من تنها هستم، دستمو بگیر. حالا دیگه نمیدونم که این چه ارتباطی هست و این چه اتفاقی هست که تو زندگی من افتاده، اونشو واقعا باید پیدا کنم ببینم چیه.